آیا به همسر یعنی به زن واجب است که شوهرش او را امر نماید که نماز را ترک کند؟ نه، تماما جایز و روا نیست اطاعت شوهر در این حالت. آیا به همسر واجب است که هنگامی که شوهر او را امر نماید که روزه فریضه را بخورد؟ جواب نه، هرگز جایز نیست اطاعت او. آیا به همسر واجب است که شوهرش او را امر نماید که ریبا بخورد، ریبا خوری کند؟ جواب نه، هرگز جایز است اطاعت کردن. آیا به همسر واجب است که شوهرش هنگام او را امر نماید که دروغ بگوید؟ نه، جایز نیست. آیا با همسر واجب است که شوهرش او را امر کند که رابطه خویشتبار را قطع نماید؟ نه، هرگز جایز نیست. آیا به همسر واجب است که هنگامی که او را امر نماید که زنان نامحرم را، مردان نامحرم را نگاه کند؟ جواب نه، قطعا جایز نیست. آیا با همسر واجب است که هنگام شوهرش او را امر کند که مال را به سودخوری و به حرام به دست بیاورد؟ نه، قطعا جایز نیست. آیا با همسر واجب است که هنگام شوهرش او را امر نماید که زکات مالش را، صدقه را ندهد؟ نه، اطاعت فرمانبرداری جایز نیست. آیا با همسر واجب است که شوهرش هنگامی که او را امر نماید که حجاب را بکش؟ قطعا جایز روا نیست اطاعت کردن. آیا با همسر واجب است که شوهرش هنگامی که او را امر نماید که مردان نامحرم را بنگرد یا که فیلم دیگر کارهای نامشروع را تماشا نماید، چی تنها چی با هم باشد؟ نه، قطعا جایز و روا نیست. آیا با همسر واجب است هنگام شوهر او را امر نماید که نماز را دیر بخواند یا ترک نماید؟ نه، قطعا جایز نیست. آیا با همسر واجب است که هنگام شوهرش او را امر نماید به سوی گناه چیزی کاری فرمانبرداری نماید؟ نه، جایز و روا نیست قطعا. آیا به همسر واجب است که شوهرش هنگام او که او را امر نماید که ابروهایش را بچیند، اطاعت کردن جایز است؟ نه، جایز و روا نیست. آیا به همسر واجب است که هنگامی که شوهرش او را امر نماید که در عقیب همخوابگی کنند؟ قطعا جایز و روا نیست، نه، گوش نمیدهد. آیا به همسر واجب است که هنگام شوهرش او را امر نماید که پدر و مادرش را خبرگیری نرود، نگاه و بی نکند، با آنها صحبت نکند؟ نه، جایز و روا نیست. آیا به همسر واجب است هنگامی که شوهرش او را امر نماید که در راه، در قد کوچه، در جاهای عامه عطر بزند، خوشبویی بزند، خود زیبا نماید؟ نه، قطعا جایز و روا نیست. آیا به همسر واجب است هنگام شوهر او را امر نماید که خودت را زیبا نما، قد کوچه برا، حجابت را، لباست را تنگ نما، زینت را به مردم نشان بده؟ نه، جایز و روا نیست. آیا به همسر واجب است اطاعت شوهر هنگامی که او را امر نماید که با اهل خانواده خود قهری نماید، با آنها دوستی و آشتی نکند؟ نه، جایز و روا نیست. آیا به همسر واجب است هنگامی که شوهرش او را امر کند که مالش را بر او بدهد؟ در این هنگام اطاعت نیست، ولیکن به نیکویی هنگام ضرورت با او دست میگیرد، چون اساس محبت زندگی در دستگیری با هم است. آیا به او، به همسر واجب است هنگام شوهرش او را امر نماید که ترک حجاب نماید یا ترک نقاب نماید یا خود را به دیگران نشان بدهد؟ نه، قطعا جایز و روا نیست. آیا به همسر واجب است هنگامی که شوهرش او را امر نماید که با دوستان همسرش دست به دست بدهد یا که با همسرش دست به دست بدهد یا با نزدیکان شوهرش دست به دست بدهد؟ نه، قطعا اطاعت فرمانبرداری جایز نیست. آیا بر همسر واجب است هنگامی که کسی خانه شوهرش بیاید از خویشتبار شوهرش، از مردان، کسانی که بر او محرم نیستند، از جورها و دیگر کس در پیش نوای دسترخوان بپرتاید، او را امر نماید که کار انجام بده؟ نه، قطعا اطاعت فرمانبرداری شوهر در این حالت جایز نیست. آیا برای همسر واجب است هنگامی که شوهری که او را 3 طلاق داده است، از او جدا شده است، بگوید بازگرد، باز از هر زندگی را ادامه میدهیم، باز نکاح مینماییم، از هر زندگی مینماییم؟ نه، قطعا جایز و روا نیست. همه اینا امرهای مخالف شریعت هستند. زنان به هوش بیایید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، اطاعت مخلوق، اطاعت اطاعت بندگان قطعا به هیچ وجه در معصیت، در نافرمانی الله سبحانه و تعالی جایز نیست. و رسول الله در دیگر حدیث تاکید کردند که انما طاعت فی المعروف، بدون که اطاعت کردن شوهر در معروف است، در کارهای نیک است، نه در کارهای بد. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.